پاکستان اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. سلامت باشید، سلامت باشید. تشکر زیاد. هموطنان عزیز، حاضرین محترم، با کمال افتخار و سرفرازی کل مردم شریف تاجیکستان از جمله ساکنان سربلند ولایت باستان سغرا با افتخار جشن مقدس و بزرگ ملی 33 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان محبوبمان که در فضای صلح و ثبات کامل کشورمان تجلی می‌گردد، بار دیگر صمیمانه تبریک می‌گویم. و همه هموطنان عزیز از جمله ساکنان ولایت سوخت و همه شما حاضرین گرامی، مهمانان عزیز، تندرستی، سعادتمندی و پیروزی و در راه عملی نمودن نقشه و نیت‌های سازنده و آبادگرانه کامیابی‌های روزافزون آرزو می‌نمایم. 33 سال قبل از این مردم تاجیکستان از برکت این رویداد بزرگ تاریخی یعنی استقلال و آزادی تقدیر را به دست خود گرفتند و با اعمار دولتداری ملی خود آغاز کردند. تاجیکستان به شرافت استقلال از جانب جامعه جهانی همچون دولتی صاحب اختیار دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی اعتراف کردید و به عضویت کل سازمان‌های با نفوذ بین المللی پذیرفته شد. ولی در آغاز صاحب استقلالی کشور عزیز ما به ضربه دهشتبار تقدیر جنگ تحمیلی شهروندی گرفتار گردیده، خطر پراکنده گردیدن ملت تاجیک و از بین رفتن دولت تاجیکان به مسئله حیات و ممات تبدیل یافته بود. تنها با عزم و اراده قوی و دستگیری و پشتیبانی مردم شرفمند کشور به ما میسر شد که آتش جنگ را خاموش کنیم، مردم پریشان شده را سرجم سازیم، هستی دولت جوانمان و استقلال و آزادی آن را حفظ نماییم. استقلال برای ما عزت و شرف انسانی، ننگ ناموس ملی و گذشته از این بزرگترین دستاورد و مقدسترین نعمت میباشد. باعث قناعتمندی و سرفرازی است که شهروندان مملکت هر یک جشن ملی و دولتی خود، خصوصا جشن استقلال و آزادی وطن محبوب خویش را با زحمت سازنده و دستاوردهای ارزنده استقبال می نمایند. ساکنان زحمتکرین ولایت سوخت این دیار باستانی و از لحاظ استحصالات صنعتی ترقی کردن است تا امروز
اقدام‌های بزرگ سازندگی و آبادانی را عملی نمودند. طبق نقشه در ولایت تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد و تعمیر و از نوسازی 12,000 انشاءات استحصالی و اجتماعی پیش بینی گردیده. به حالت 1 اوگوست سال 2024 در شهر نایهای ولایت بنیاد و تجدید 6,700 انشاءات به انجام رسانیده شده است که قریب 58% نقشه پیش بینی شده را تشکیل می‌دهد. با استفاده از فرصت به کل مردم آبادکار ولایت از جمله به صاحبکاران وطن دوست و تشبسکار و شخصان سخاوت پیشه و خیرخواه برای اقدامات سازنده‌شان به خاطر آبادی وطن عزیزمان تاجیکستان منتداری بیان می‌نماید. امروز مردم سربلند تاجیکستان زیر پرچم استقلال و آزادی یعنی پرچم ننگ و ناموس ملی و در اطراف سیاست سازنده و آبادگرانه حکومت مملکت متحد و سرجم گردیده در جاده تقویت بخشیدن پایه‌های دولت صاحب اختیار خود و فراهم آوردن زندگی مناسب و شایسته هر یک خاندان مملکت با قدم‌های استوار پیش می‌روند. ولی فراموش نباید کرد که راهی رسیدن به چنین روزهای آسوده و دستاورد و پیشروی‌های امروزه چندان هموار و آسان نبود. طی 33 سال صاحب استقلالی دولتی مردم کشور روزهای نهایت سخت و سنگین و دشواری‌های زیادی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و معنوی را از سر گذرانیدند و حالا به شکرانه صلح و ثبات کامل مملکت صادقانه زحمت می‌کشند. در زمان صاحب استقلالی افزایش حجم استحصال محصولات در همه ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی ولایت منتظم تامین گردیده در سال 2023 و بیش از 35 میلیارد سامانی برابر شده است که نسبت به سال 2000 72 برابر زیاد می باشد. تنها حجم استحصال محصولات صنعتی در این دوره 15 برابر افزایش یافته است. به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ولایت بنیاد زیاده از 700 کارخانه و کارگاه نوی صنعتی با زیاده از 14,000 جای نوی کاری به نقشه گرفته شده است. طبق نقشه در سال 2024 با استفاده دادن 140 کارخانه و کارگاه های صنعتی پیش بینی گردیده در 7 ماه سال 2024 106 کارخانه و کارگاه نو به فعالیت آغاز کردند. در دوران صاحب استقلالی کشاورزان ولایت سوخت در تأمین نمودن بازار استعمالی کشور با محصولات استحصالی وطنی یعنی حفظ امنیت آزقواری سهم نظررس داشتند و سال 2023 حجم محصولات کشاورزی را به 19 میلیارد سامانی رسانیدند که در مقایسه با سال 1991 7.3 برابر زیاد می باشد. در زمان صاحب استقلالی با تطبیق یکچند لایحه بزرگحجم از جمله بنیاد خطهای انتقال برقی بلند شدت جنوب شمال گلستان اش و لایحه‌های بزرگ تجدید راه‌های ماشینگرد آرزوی دیرینه ساکنان ولایت یعنی پیوست شوی با مرکز و جنوب کشور در 4 فصل سال و دسترسی دائمی به نیروی برقی خودی عملی گردید. یعنی با عملی گردیدن این لایحه بزرگ
ولایت سوخت به نظام یگانه انرژتیکی مملکت پیوست شد. بنیاد شاهراه‌های بین المللی دوشنبه خوجند بوستان چناک و ساختمان نقهای استقلال و شهرستان به مسافه 354 کیلومتر و راه ماشینگرد عینی پنجکند با درازی 113 کیلومتر از جمله اقدامات بزرگ عملی نموده حکومت مملکت بودند که به رشد همه جانبه شهر نایه‌های ولایت سوخت تکان جدی بخشیدند. از جمله رفت آمد بی خطر مسافران و انتقال بی‌ممانعیت مال و محصولات از ولایت به دیگر شهر نایه‌های مملکت و کشورهای خارجی در 4 فصل سال تامین گردید. حالا در این سمت با یک لایحه مهم تجدید راه ماشینگرد دیهم‌های کانی بادام اسواره با صورت ادامه دارد. قابل ذکر است که در نتیجه راه اندازی گردیدن روند سازندگی و آبادانی امروز سیمای همه 18 شهر و ناحیه ولایت کلاً دیگرگون گردیده طرحی زیبا و زمانوی گرفته است. عموماً طی دوران صاحب سالاری در دوره تطبیق زیاده از 75 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری در ولایت سوخت بیش از 13 میلیارد سامانی از خود کرده شده است. حتی سیمای مرکزی ولایت نسبت به سال 1991 همه شما شاهد هستید که کلاً تغییر یافت. امروز ما در یک روز قریب 5 کارخانه صنعتی حاضر زمان با تکنولوژی حاضر زمان و زیاده از 1,500 جای کاری به استفاده دادیم در یک شهر باستانی خوجند. حالا در ولایت باز 18 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی عملی گردیده ایستاده است که مبلغ عمومی در دایره آنها تا امروز از خود شده زیاده از 2 میلیارد و 200 میلیون سامانی را تشکیل می‌دهد. در این روند مبلغ‌زاری به ساحه‌های معارف ولایت از سال 2010 تا سال 2021 6 برابر و به ساحه تندرستی 7.5 برابر افزوده است. با دستگیری و غمخواری دولت طی سالهای صاحب استقلالی در ولایت 609 انشاءات ساحه معارف برای بیش از 101,000 خواننده و 500 انشاءات ساحه تندرستی ساخته به استفاده داده شده است. پیشروی‌هایی که ولایت سوخت در ظرف بیش از 30 سال اخیر به دست آورده است نتیجه عملی گردیدن نقشه و برنامه‌های سازنده حکومت مملکت ثمره استقلال و آزادی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشوری عزیزمان و زحمت اهلانه مردم می باشند. در برابر این بار دیگر تاکید می نمایم که ولایت سوخت دارای امکانیت و ذخیره‌های بزرگی تا هنوز استفاده نشده می باشد و استفاده ثمرناک آنها به خاطر بازم وسعت دادن رشد استوار اقتصادی و اجتماعی شهر نایه‌های ولایت از کار و فعالیت صادقانه تمام رهبران و فعالان و عزم و تلاش سازنده هر یک ساکن ولایت وابستگی مستقیم دارد. من با مردم شهروند ولایت سوخت از جمله صاحبکاران وطن دوستی آن مراجعت میکنم که ما باید باز هم بیشتر کار کنیم، زحمت کشیم و هر اقدامی که پیش میگیریم 10 ساله و 100 ساله ها را در نظر داشته باشیم. یعنی برای آینده آبادی وطن و نسل‌های فردای آن ته‌کرسی مستحکم گذاریم. فراموش نباید کرد که وطن از ماست
و تمام مسئله و مشکلات آن را ما خودمان با زحمت اهلانه و صادقانه برطرف می سازیم. ما باید همه ساحه‌ها از جمله ساحه صنعت، کارکرد محصولات و صادرات آن را رشد دهیم. در شرایط پرحوادث و مرکب جهان برای هموطنانمان هرچی بیشتر جای کار مهیا نماییم. چنانکه در سخنرانی خود به مناسبت روز دانش گفتم، با تعلیم و تربیت فرزندان که آینده ما و شما می باشند، آماده کردن کادرهای بلند اختصاص و متخصصان زمان نو اعتبار اولین درجه دهیم و برای آنها شرایط بهترین مهیا نماییم. با تمام رهبران و مسئولان و فعالان شهر و ناحیه‌ها، شهرک و جماعت‌ها تکرارا خاطر رسان می نمایم که تازگی و آبادی از خانه و کاشانه هر یکی ما، از محل زیست، کوچه و خیابان، شهرک و دهه و شهر و ناحیه هر یکی ما سر می شود. چنانه که من در روز سیوم است در شهر و ناحیه‌های ولایت دیدن کرده ایستادم. البته این خوب است که کوچه‌هایی که خیابان‌هایی که راهبر دولت را میبرید نشان میدهید، بسیار انا هر یک خانه ما، هر یک محل زیست ما، هر یک دهه ما، شهر ناحیه ما، مملکت ما، انا میگه باید هر روز، هر ساعت، شب و روز در 4 فصل سال تازه آزاده باید باشد. مردم را به آبادکاری و سازندگی سفربر کنید و در این جاده خودتان تشبثکار و پیش‌رو باشید. باور دارم که ساکنان سربلند ولایت به شکرانه صاحب وطنی و صاحب دولتی و صلح و ثبات کامل تاجیکستان محبوبمان، چون هر وقت صاف دلانه زحمت کشیده در آبادی وطن، پیشرفت دولت و باز هم برداشتن سطح و صفت زندگی هر یک عائله سهمی ارزشمند بگذارند. بار دیگر تمام مردم شریف تاجیکستان، ساکنان میهمان نواز و شرفمند ولایت سوخت و همه شما حاضرین ارجمند را به افتخار 33 سالگرد استقلال و آزادی تاجیکستان صمیمانه تبریک گفته به هر یک خاندان ساکنان ولایت سلامتی و سعادتمندی، صلح و آرامی و فیض و برکت آرزو می نمایم. همیشه خوشبخت و خانه آباد باشید همدیاران عزیز. جاویدان با دولت تاجیکان، جاویدان با صلح و امانی در کشور محبوب ما تاجیکستان.